تو بدن انسان دعوا شد سر این که رئیس کی باشه. مغز گفت رئیس منم، قلب گفت رئیس منم، کبد گفت من باید رئیس باشم. هر کی داشت اعلام حضور میکرد، چون اومد گفت نه رئیس منم. بهش گفتن تو نمیتونی رئیس باشی. گفت اگر من رئیس نباشم دیگه نمیرینم. اعضای بدن جمع شدن، جلسه گرفتن، گفتن اگر این رئیس نباشه نرینه فشار به هممون میاد، هممون میپکیم، چیکار کنیم؟ گفتن بکنیش رئیس. شد رئیس. 4-5 روز بعد اومد اعضای بدن رو جمع کرد. آقا من اصلا فکر نمی‌کردم بشم رئیس. حالا که شدم رئیس اصلا نمیدونم باید چه کنم، بلد نیستم. بهش گفتن آقا تو فقط برین، تو هیچ کار خاصی نمیخواد بکنی، تو فقط برین، بقیهش به ما. چقدر مفهومی. والله